همراهان همیشگی تلویزیون اینترنتی آنتن در خدمت شما هستیم با بخش زنده دیدار دو تیم داماش گیلان و شهرراز شیراز، دیداری که در باشگاه شهید عضدی شهر رشت در حال برگزاری است. دیداری پر اهمیت برای داماشی ها. در همین ابتدای کار بازیکن داماش در آفساید هم گیر میکنن و اعلام آفساید میشه. طالبی، سیامک علیزاده، محمد سجاد ببخشید محمد سجاد قریبگی، حسین ابراهیمی، حسین خیری، آرمان لطف خدا، سعید ابراهیم پور، میرهادی میرجوان و امیر حسین یوسفی 11 بازیکنی هستند که علی نظر محمدی سرمربی داماش به زمین مسابقه فرستاده و این هم جایگاه تیفوسی های داماش و حملی که دوباره تدارک میبینن داماشی ها بر روی دروازه تیم شهرراز و توپی که به بیرون میره. شهرام حمیدی سرپرست تیم داماش گیلان هست و سجاد حقدادی هم مدیر رسانه این تیم. اما در طرف مقابل تیم چهره‌ای که از پشت میبینید ستار زاره با این ترکیب به زمین اومده: جواد نصیر، محمد رضا فیروززاده، پیمان نامور، روح الله صفویانپور، رضا آقابابایی، محمد کاظمی، کمال الدین نیکخوی، شهاب یاری، مجید بهروز، مرتضی خراسانی و حسین ملک اولیایی. 11 بازیکن آقای زاره هستن. مدیر تیمشون امیر حسین جوانی است و مدیر رسانه هم امیر کشاورز. مارزا مهدوی رو یه لحظه میبینید در کنار زمین حضور داره، مربی تیم داماش گیلان. این هم 1/3 دفاعی تیم شهرراز و توپی که به بیرون میره. پرتاب رو بازیکن شهرراز انجام خواهند داد. داره شماره 23 در تصویر میبینید کمال الدین نیکخوی، یکی از بهترین بازیکن تیم شهرراز هست. پرتاب رو انجام خواهد داد بر روی دروازه تیم داماش گیلان. خود نیکخوی تصویرش رو میبینید، میاد تا کنار زمین پرتاب رو انجام بده. این هم بازیکن تیم داماش که با ضربه سر توپ رو طبیعی دور میکنن، میانه میدان میارن توپ رو. دوباره برگشت توپ، باز هم بازیکن تیم داماش این بار از سمت راست اعلام خطا نمیشه و معترض هست محمد رضا مهدوی، اما داور خطایی رو تشخیص نداده. باز هم بازیکن تیم شهرراز رو به عقب، دوباره این سمت در کنار زمین در اختیار دارن توپ رو. داماشی ها حالا به چپ میبرن، فرصت هست برای میرجوان که به توپ نرسید. دروازه‌بان تیم شهررازه که توپ رو دور میکنه. هوادار خونگرم داماش رو ببینید، در ورزشگاه حضور دارن، در جایگاه تیفوسی ها و تیم خودشون رو تشویق میکنن. 4 دقیقه از این بازی رو پشت سر گذاشتیم. 0-0 دو تیم مساوی هستن. داماش محکوم به برده در خانه و اگه میخواد در رقابت لیگ 1 بمونه قطعاً باید امتیازات لازم رو در بازی خونگی بگیره. اعلام خطا شده و ضربه خطا رو خواهند زد بازیکنان تیم شهرراز شیراز. پشت ضربه ایستادن بازیکنان تیم شهرراز. مرتضی خراسانی که
میبینی در موقعیت خوبی هم قرار دارن و توپی که خواهند فرستاد بر روی دروازه تیم داماش. داورم صحبت میکنه با مدافعین داماش. صدای سوت هواداران، ضربه‌ای که زده میشه با ضربه سر برمیگردن مدافعین داماش. حالا میتونن ضد حمله شک بدن. یه لحظه توپای سعید طالبی جفت و جور نشد. کاپیتان تیم داماش گیلان در این دیدار. پرتاب برای داماش. پرتاب بگه حالا انجام میشه. یه لحظه صاحب توپ میشن بازیکن تیم داماش و به اون سمت میبرن توپ رو. باز هم در میانه را بازیکن تیم شهر رازن که توپ رو در اختیار گرفتن. در خط دفاعی خودشون کار میکنن نارنجی پوشان تیم شهر راز. به بازیکن از داماش روی زمین افتاده، احساس درد هم میکنه. ایرادی میرجوان هست که یه لحظه احساس درد میکنه این بازیکن و بلند خواهش رو بازی ادامه خواهد داد. میرجوان از ناحیه پاش احساس درد میکنه. علی نظر محمدی از روی سکوها فریادش تا اینجا هم میاد. محروم هست سرمربی جاماش. دیگه یاد گرفتن داورای عزیز که هر هفته یک کارت زرد رو به علی نظر محمدی نشون میدن و این هفته هم که محروم هست و از روی سکوها بازی تیم خودش رو داره دنبال میکنه. دوباره در خط دفاعی صاحب توپ بازیکنان تیم شهر راست. رولا صفابیانپور از سمت راست حالا یه توپ رو میگیره. سعید طالبی که موفق نیست. حالا ضد حمله برای شهر رازی ها و باز هم جلوی توپ رو میگیرن بازیکن تیم داماش. ایمار آرمان لطف خدا بود که این توپ رو برگردوند. سعید ابراهیم پور آغازگر بازی است. میزنه این توپ رو به میانه میدان و جایی که بازیکن داماش حضور دارن در خط حمله، اما توپ برگشت پیدا میکنه. توپ حالا به بیرون رفته. پرتاب برای داماشی ها. حالا پشت محوطه جریمه توپ حسین خیری که پرتاب شد و از این سمت به بیرون رفت.
یه عذرخواهی بکنم خدمت شما بینندگان از یه لحظه ما به مشکل صدا هم برخورد کردیم و از الان دوباره با گزارش این دیدار در خدمت شما خواهیم بود. تماشاگر تیم داماش رو میبینید در تصویر و این سمت که بازی از سر گرفته خواهد شد و پرتابی که انجام خواهند داد بازیکن تیم شهر راست. کمال‌الدین نیکخوی این چهره پرتابش رو انجام میده و توپی که به بیرون میره. حالا پرتاب از کمی جلوتر برای شهر راست خواهد بود. حتی دفاعی تیم داماش رو میبینید و توپی که در اختیار میگیره این بار دروازه‌بان تیم داماش سعید ابراهیم پور بلافاصله بازی رو شروع میکنن به زمین تیم شهر راست و این سم مدافعین تیم شهر راست از این توپ رو دور میکنن. دوباره طالبی صاحب توپ هست، خود طالبی یعنی عقب‌تر، یک چرخش از طالبی و اعلام خطا. اعلام خطا میشه. خود ستار زاره توپ رو میاره در کنار زمین و میده به بازیکن تیم داماش. میلاد پور محسن پشت توپ قرار گرفته. این ضربه رو خواهد زد. دورخیز میلاد پور محسن. همه بازیکنان در زمین تیم شهر راست هستن. توپی که فرستاده میشه سعید دلاور، یه ضربه سر دوم هم سعید میزنه اما موفق نیست. توپی که حالا برگشت داده میشه و از این سمت به بیرون میره. پرتاب رو بازیکن تیم شهر راست باید انجام بدن. یه بازیکن از تیم شهر راست روی زمین افتاده و باید به وضعیت او رسیدگی بشه. پرتاب رو خواهند فرستاد روی زمین تیم داماش، اما بلافاصله داماشی توپ رو در اختیار میگیرن. حالا فرصت دارن بازیکن تیم داماش. اعلام خطا میشه. خطا اعلام میشه و به بازی ادامه خواهند داد. این بار بازیکنان داماش صاحب توپ. حسین ابراهیمی این بار میخواد این ضربه رو بزنه بر روی دروازه تیم شهر راست. خود حسین ابراهیمی توپی که فرستاده میشه و توپ بیرون میره. پرتاب یعنی ادامه بازی از کنار دروازه تیم شهر راست. میزنن توپ رو بازیکن تیم داماش در میانه راه توپ رو میگیرن. حالا صاحب توپ هستن داماشی ها. باز هم سعید طالبی پشت محوطه جریمه. خود طالبی یه بازیکن هم از سمت راست میتونه صاحب توپ بشه
خیری که توپ بیرون رفت و پرتاب برای بازیکن تیم شهر راست خواهد بود. پرتاب انجام میشه کمی جلوتر. دوباره صاحب توپ بازیکنان تیم شهر راست. نوزده دقیقه از این بازی رو پشت سر گذاشتیم. 0-0 دو تیم مساوی هستن. توپ میاد زمین تیم داماش. بازیکنان تیم شهر راست اولاد خودشون از سمت چپ انجام میدن، اما اینجا کار موفق نبودن خطری روی دروازه تیم داماش ایجاد کنن. رو به عقب میارن. مجید بهروز دوباره به سمت چپ، توپ بیرون رفته و بازیکن تیم داماش آغازگر بازی خواهند بود. پرتابی رو که خیری انجام میده. با ضربه سر کمی دور میکنن بازیکن تیم شهر راست. دوباره داماشا توپ رو میگیرن. یه لحظه توی رفته برگشت صاحب توپ شدن بازیکن تیم شهر راست. داخل محوطه جریمه هم میشن و برگشت توپ از مدافعین داماش. روی زمین میفته. سعید ابراهیم پور رو احساس درد میکنه از ناحیه پای سمت راست. و باید به وضعیت او رسیدگی بشه. توپ رو بازیکن تیم شهر راست باید بزنن. موقعیت در اختیار بازیکن شهر راست هست. به وضعیت بازیکن تیم داماش هم داره رسیدگی میشه. کماکان دروازه‌بان این تیم سعید ابراهیم پور میتونه بازی ادامه بده. مشکل خاصی رو نداره. داور میاد تا از کمی عقب‌تر توپ رو بذاره جایی که از همونجا خطا انجام شده. حالا با دراپ بال بازی رو آغاز میکنه بازیکن تیم شهر راست. صاحب توپ سانتی که انجام میشه پشت محوطه جریمه. برگشت توپ دوباره بازیکن تیم شهر راست موقعیت دارن که توپ رو برمیگردونن این سمت. دوباره
توپ میاد روی دروازه تیم داماش گیلان. یه چرخش دوباره از بازیکن تیم شهر راست، توپ رو به گوشه زمین میبرن. باز هم داخل محوطه جریمه. یه لحظه میرفت که تعادلش از دست بده بازیکن تیم شهر راست. همون سمت چپ دوباره داخل محوطه جریمه و توپی که به دروازه‌بان ابراهیم پور رسید. خود ابراهیم پور آغازگر بازی خواهد بود. توپ رو میزنه ابراهیم پور. طالبی، سعید طالبی و توپی که به بیرون میره. تماشاگرای داماش رو میبینید، تیم خودشون رو تشویق میکنن. یک بار دیگه از سمت راست توپی که نواخته میشه روی دروازه تیم شهر راست. فرصت هست برای داماشی ها که توپ رو به بیرون میزنن. ضربه کورنر برای داماشی ها. ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. بازیکن داماش توپ رو عوض میکنه تا با توپ بهتری کار رو شروع کنه. همین توپ همین فرقی نمیکنه زیاد. به هر حال داورم میخواد بازیکنه که از هم جدا بشن، زیاد نزدیک هم نباشن تا اتفاق پیش نیاد. کورنر رو میزنن داماشی ها. باز هم برگشت از مدافعین تیم شهر راز. دوباره یه سانتر، توپی که میاد، توپی که گل نشد. چقدر موقعیت خوبی بود اما نتونستم توپ رو به گل تبدیل کنم. بیست ششمین دقیقه از این دیدار، 0-0 تا مساوی. توپ رو خواهد زد دروازه‌بان تیم شهر راز. کماکان صاحب توپ و موقعیت هستن بازیکن تیم داماش. توپی که حالا میارن روی دروازه تیم شهر راز. ببینیم از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. توپی که به بیرون میره. حالا شعار هواداره تیم داماش رو میبینیم. داماش گل بزن، رشتیا بیقرارن. شعاری که تو ورزشگاه سر میدن هواداره تیم داماش. موقعیت خوبی هم هست اینجا برای داماشی ها و توپی که پورمحسن خواهد زد.
دروخیز میلاد پورمحسن، توپی که زده میشه داخل محوطه جریمه، فرصت حد برای داماش که توپ رو دروازه‌بان تیم شهر راز در اختیار میگیره. خودش هم بازی رو آغاز میکنه، توپ رو میزنه به میانه میدان. باز هم پورمحسن، برگشت توپ یه لحظه به دست بازیکن تیم شهرراز هم برخورد کرد، اما داور خطایی رو تشخیص نداد. دوباره این سم موقعیت عالی برای سعید طالبی، خود طالبی به راست میاره برای جوان که باز هم میرهادی میرجوان نتونست از توپ استفاده کنه و توپ که بیرون رفت. کورنر سعید ابراهیمی، ببخشید حسین ابراهیمی، یا تا بفرسته. هواداره تیم داماش هم یک صدا بازیکن تیم خودشون رو تشویق میکنن، منتظرن تا به گل برسن در ورزشگاه خودشون. ابراهیمی میفرسته توپ رو و باز هم با ضربه سر موقعیت هست کماکان برای داماش. یه لحظه برگردوندن مدافعین تیم شهر راز این توپ رو. تماشاگرای تیم داماش یک صدا تیم خودشون رو تشویق میکنن و میخوان که به گل برسه تیمشون. دوباره دروازه‌بان تیم شهرراز روی زمین میفته و باید به وضعیت این دروازه‌بان هم رسیدگی بشه. بازی دوباره از سر گرفته خواهد شد و بازیکنان تیم داماش بازی رو شروع خواهند کرد. ستار زاره در کنار زمین هست، سرمربی تیم شهرراز خیری از کنارش میاد و پرتابش انجام میده داخل محوطه جریمه. برگشت تو باز هم از بازیکن شهرراز، حالا از این سمت دوباره طالبی، خود طالبی سانتی که حالا انجام میشه روی دروازه و توپی که چی شد؟ اعلام خطا نشد، معترض هستن بازیکنان تیم داماش نسبت به این صحنه. یه کارت زرد و حالا پورمحسن میگیره. باید ببینیم در تصویر آیستی که چه اتفاقی رخ داد. اگه همکارمون نشون بدن ممنون میشیم چه اتفاقی افتاد و به چی معترض بودن. سربار خواهند زد. ما ببینیم اون صحنه آیسته رو، توپی که اینجا زدن. یه چیزی اعتراض داشتم متوجه نشدم خودم چی شد، ولی خب دوباره ببینیم که به چه صحنه اعتراض دارن. در همین جای حمله رو میبینیم بازیکن تیم داماش، سانتی که انجام میشه و توپی که از بالای دروازه عبور میکنه. اون صحنه رو ببینیم، توپی که فرستادن داور اوت گرفت. حالا به چی اعتراض داشتن متوجه نشدیم. دروازه‌بان تیم شهر راز
آغازگر بازی است. میزنه توپ رو بلند به زمین داماش. دوباره یک حمله از داماشی ها. خیری، خود خیری از سمت راست. طالبی ادامه نداد راهش رو و توپ رو گرفتن. حالا این سمت دوباره خیری از همون سمت راست و توپی که به بیرون میره. پرتاب برای داماش. توپ رو خواهند فرستاد داماشی ها. این بار باز هم خیری میاد تا این کار رو انجام بده. دورخیز خیری، جایی که از کادر ما هم خارج میشه. این هم محوطه جریمه تیم شهر راست. میاد حالا خیری پرتابش رو انجام میده داخل محوطه 18 قدم. کماکان موقعیت هست برای داماشی ها. از سمت چپ میارن عقب. حالا یه سانت و توپی که باز هم برگشت میدن مدافعین تیم شهر راز. به خوبی دارن دفاع میکنن در این دقایق. حالا اعلام خطا میشه. خطا بر روی سعید طالبی گرفته شد. ستاره زاره در کنار زمین معترض هست. سی و پنجمین دقیقه از این دیدار. موقعیت خوب برای داماش. این حسین ابراهیمی است. مرزا مهدوی رو هم یه لحظه دیدیم در تصویر. دورخیز حسین ابراهیمی برای زدن این ضربه. موقعیت خوبی رو دارن داماشی ها. توپی که زده خواهد شد با سوت داور بر داخل محوطه جریمه. باز هم برگشت توپ. حسین ابراهیمی و به توپ نرسید حسین. علی نظر محمدی از پشت فنز ها یه لحظه دیدیم. ستون هایی که اینجا اجازه نمیده که ما تصویرش رو به خوبی نشون بدیم برای شما. علی نظر محمدی میبینی در تصویر همینجا هم داره صحبت میکنه بازیکن تیم خودش. چقدر یک مربی میتونه متعصب باشه. به هر حال تمامی مربیای گیلانی ما این گونه به تیم خودشون متعصب و به این لباسی که بازیکناشون پوشیدن احترام میذارن. خیری، خود خیری توپشو میگیرن بازیکن تیم شهر راز. حالا ضد حمله برای نارنجی پوشان و توپی که به بیرون میره. سعید دلاور توپ رو میذاره تا خیری بیاد پرتاب رو انجام بده. این چهره خیری است. میفرسته توپ رو. باز هم برگشت توپ. دوباره خیری به راست. باز هم در پشت محوطه جریمه برگشت توپ.
با ضربه سر حالا توپ رو به چپ میبرن. پور محسن از اون سمت میخواد حمله رو تدارک ببینه. سجاد قلی بیگی صاحب توپ هست. این سمت دوباره برای خیری، دو بازیکن جلوش ایستادن. خیری میاره برای طالبی. طالبی نگاه به چپ میکنه. سیامک نداد توپ رو، به اشتباه توپ رو به مهاجمین تیم شهر راست سپرد و سعید دلاوره که میاد در بین راه توپ رو میگیره و توپی که به سمت چپ فرستاده شد و توپ به بیرون رفت. پرتاب برای شهر راز. جواد نصیر میره تا این پرتاب رو انجام بده. پرتاب انجام میشه و خطا. وارد دقیقه 40 بازی هم داریم میشیم. جایگاه مربیان و ناظران رو هم میبینیم، جایی که رضا تیموری ناظر این دیدار ایستاده و شهرام حمیدی سرپرست تیم داماش و مامورین نیروی انتظامی به هر حال همه تلاش میکنن تا شاهد یک بازی خوب باشیم در ورزشگاه های استانمون. هادی حاجی عباسی هم اونجا بود، نماینده فدراسیون فوتبال از استان گیلان. دوباره دیدید این صحنه رو که عرض کردم خدمت شما. اعلام خطا شده و بازیکن تیم شهر راز باید این ضربه خطا رو بزنن. ضربه خطا رو خواهند زد بازیکن تیم شهر راز. داور صحبت میکنه بازیکن تیم داماش. در خط دفاعی توپی که حالا فرستاده میشه با ضربه سر داماشی ها و باز هم توپی که به بیرون رفت. علی نظر محمدی رو ببینید از روی سکوها بازی رو دنبال میکنه. میگم همونجا هم هست، آرام و قرار نداره این سرمربی. کورنر رو میزنن بازیکن تیم شهر راست. توپی که میاد داخل محوطه جریمه تیم داماش. باز هم با ضربه سر. اعلام خطا نشده، حالا خطا اعلام میشه. داور پرچمش رو بالا برده بود. دروازه‌بان آغازگر بازی است. توپ رو میزنه به میانه میدان. کماکان در میانه میدان بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستند و توپی که حالا از این سمت به بیرون میره. توپ میخواد همین حسین یوسفی، اما فهم اشتباه کرد. توپ به نفع شهر راز به بیرون رفته بود. پرتاب رو بازیکن تیم شهر راز انجام میدن و توپی که بیرون میره حالا باید پرتاب رو داماشی ها بزنن.
خیری میاد این پرتاب رو انجام میده. اماد میرجوان رو توپ تاثیر نذاشت. این سمت دروازه‌بان یه توپ رو بیرون میزنه. حسین ملک الیایی از تیم شهرآراس. خیری توپ رو که برمیداره کلا میره جایی که هیچ دوربینی نتونه تصویرش رو بگیره. حالا منتظر میشیم تا بیاد و پرتاب رو انجام بده. حسین خیری این کار رو انجام میده داخل محوطه جریمه. دوباره خود خیری پرتاب خوبی رو انجام میده، از مسافت دوری این پرتابا رو میفرسته. توپ به بیرون رفته. امیرحسین یوسفی صحبت میکنه. خیری پرتاب رو خواهد فرستاد به سمت چپ. 44مین دقیقه از این دیدار. ضد حمله برای تیم شهرآراس. جلوی توپ رو گرفتن بازیکن تیم داماش. طالبی از سمت چپ. خطا نیست. داور اجازه به ادامه بازی میده. وقتی تلاش شروع داور یک بار دیگه بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستن، دارن حمله رو تدارک میبینن که توپ اعلام خطا میشه. یک کارت زرد هم داور میده به یه بازیکن از تیم شهرآراس. 4 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه اول اعلام میشه. برخوردیه که با داور انجام میده پیمان نامور. داور میتونه این بازیکن رو حتی اخراجم بکنه، اما خود داره باش مماشات میکنه. دست نباید بزنم به داور. داور صحبت میکنه بازیکن تیم شهرآراس. های تیموری هم در کنار زمین ایستاده و داره جو رو آروم میکنه. 0-0 مساوی است. 45مین دقیقه از این دیدار. 4 دقیقه نیمه اول اگر تمام بشه داماش یه گل رو بزنه خیالش راحت تر خواهد بود. خیلی هست برای طالبی. یه لحظه توپ طالبی رو زدن بازیکن تیم شهرآراس و توپ به بیرون رفت.
تفکرات علی محمدی برای نیمه دوم چه خواهد بود؟ برابر بازیکن تیم شهرراز این بار مرزا خراسانیه که یک کارت زرد رو میگیرد داور این دیدار. خیری میاد تا این پرتاب رو انجام بده. توپ رو میزنن بازیکن تیم شهرراز. اون موقعیت قبلی رو ببینید چطور زدن بازیکن تیم داماش در بازیکنی که برگشت داد و شوت سیامک که به بیرون رفت. شوت پایان بازی هم اینجا به صدا در میاد. استراحت کوتاه خواهیم کرد در نیمه اول این دیدار و در پایان باز هم با شما همراه خواهیم بود در نیمه دوم. همیشگی تلویزیون اینترنتی آنتن در خدمت شما هستیم با نیمه دوم دیدار تیم‌های داماش گیلان و شهرراز شیراز. ببینید در همین ابتدای کار در نیمه دوم چه اتفاقی رو خواهد داد و توپی که سعید طالبی بهش نرسید. خیلی خوب اومد محمد سجاد قلیبیگی و توپی که راهی به دروازه تیم شهرراز نداشت. در همین ابتدای کار طوفانی بازی رو شروع کردن و یک بازی خوب رو نوید میده از هر دو تیم. صحنه آهسته رو خواهیم دید قطعا که چه اتفاق رخ داد. ببینیم در این دیدار و این نیمه چه اتفاق رخ خواهد داد. یک بار دیگه یک شوت است محمد سجاد قلیبیگی و توپی که در اختیار گرفت دروازه‌بان تیم شهرراز. اون صحنه قبلی رو ببینی که در همین ابتدای نیمه دوم به دست اومد. توپی که اینجا فرستادن و نرسید اصلا بشش. سعید طالبی خوبی بود که
میتونست به گل تبدیل بشه. حالا یک بار دیگه فرصت، یوسفی داخل محمدی جریمه، یوسفی و شوتی که زد و توپ به بیرون رفت. قطعا با این بازی که شروع کردن داماشی ها به برد در این دیدار فکر میکنن و صحبت هایی که بین دو نیمه علی نظر محمدی در رختکن انجام داده بازیکن تیم خودش. میزنن توپ رو، باز هم این سمت اعلام خطا میشه. یک بار دیگه داماشی ها از سمت راست، سعید طالبی، ببینیم توپ خواهد رسید. سعید طالبی رو به عقب، حالا توپی که خواهند فرستاد روی دروازه. دو سه بازیکن از داماش توی محوطه جریمه حضور داشتن اما به هیچ کدومشون توپ نرسید. باز هم برگشت توپ به بیرون میره. محمد مهدوی رو میبینید در غیاب علی نظر محمدی در کنار زمین. حضور داره و صحبت میکنه بازیکن تیم خودش. یک بار دیگه دروازه‌بان بازی رو شروع خواهد کرد. دروازه‌بان تیم شهر راست به میانه میدان میاره توپ رو. باز هم داماشی ها، حالا سیامک علیزاده رو به عقب، توپ به بیرون میره. پرتاب رو توپ رو داماشی ها در اختیار دارن. دوباره محمد سجاد قلی بگی رو به عقب به میانه میدان، جایی که بازیکن تیم شهر راست توپ رو در اختیار میگیرن. یک لحظه، حالا باز هم از سمت چپ بازیکنان تیم داماش که موفق نبودن. حالا این سمت دوباره توپ به بیرون رفته. پرتاب رو بازیکنان تیم شهر راز انجام میدن. این سمت به دروازه‌بان داماش میرسه توپ. تماشاگرای داماش یک صدا تیم خودشون رو تشویق میکنن و انتظار گل رو دارن از این تیم. یک بار دیگه میارن توپ رو روی دروازه که باز هم برگشت پیدا میکنه. اعلام خطا میشه این سمت. ضربه خطا رو خواهند زد بازیکنان تیم
شهر راست. داور دست خودش میدمه تا بازی رو آغاز کنن. باز هم بازیکن تیم شهر راست صاحب توپ هستن در زمین خودشون. حالا داماشی‌ها صاحب توپ. ببینید از این توپ میتونن استفاده کنن که خطا هم اعلام نمیشه. داور میخواد از بازیکن تیم داماش که از کمی عقب‌تر بازی رو شروع کنن. از بازیکن تیم شهر راست پرتابی که حالا انجام میشه. یک بار دیگه از سمت چپ خطا هم اعلام شده. باید به وضعیت این بازیکن رسیدگی بشه که روی زمین افتاده. امیرحسین یوسفی بلند میشه و بازی ادامه خواهد داد. کادر پزشکی باهاش صحبت میکنن. تعویضم برای تیم داماش انجام میشه. یوسفی رو به بیرون میکشه و رضا زاهد سواره که وارد بازی میشه. پرتاب برای بازیکن تیم شهر راست. 56مین دقیقه از این دیدار. 0-0 دو تیم مساوی هستند. توپ به بیرون میره. پرتاب برای داماش بلافاصله بازی رو باید آغاز کنن. این کار رو میلاد پورموسه میاد انجام بده. داور ازش میخواد از کمی عقب‌تر توپ رو پرتاب کنه. ستار زاره رو میبینید، سرمربی تیم شهر راست. در مقابلش علی نظر محمدی حضور داره، سرمربی کارکشته تیم داماش گیلان. پرتاب رو انجام میدن.
باز هم در میانه میدان. دوباره علیزاده و توپی که این سمت دروازه‌بان تیم شهرراز میگیره. توپ رو میارن این سمت. دوباره داماشی ها. برگشت توپ است. بازیکن تیم داماش به راست میبرن توپ رو. دوباره داماشی ها. این هم هوادارهای تیم داماش یک صدا تیم خودشون رو تشویق میکنن. ارسال. یک بار دیگه ارسال توپ. خطا گرفته میشه پشت محوطه جریمه. ببینید این هواداره خوش‌ذوق رو که چگونه تیم خودشون رو تشویق میکنن. موقعیت خوبی است برای تیم داماش. موقعیت بسیار خوب برای داماشی ها. توپی که زده میشه برخورد به مدافعین و کماکان موقعیت بود که توپ حالا به بیرون رفت. یه بازیکن روی زمین افتاده. این هم هوادارای تیم داماش که چه زیبا تشویق میکنن تیم خودشون رو. یار شماره 9 آرمین محسن انبساطیه که به زمین مسابقه خواهد اومد و تعویض بازیکن داماش از همون سمت انجام خواهد شد. تعویض رو در کنار زمین انجام میدن. انبساطی بیرون میاد و حسین ابراهیم بود که از اون سمت بیرون رفت. حالا میزنن توپ رو. یه ضربه خوب داخل محوطه جریمه. کماکان فرصت هست برای داماشی ها و کمی عقب‌تر
این چهره حسین ابراهیمی است که میاد حالا رو نیمکت میشینه. بازیکن تیم داماش که تعویض شد در این دقایق. 63مین دقیقه دوباره توپ میاد رو دروازه و یه لحظه علی نظر محمدی رو دیدیم در کنار در سکوها نشسته بود و بازی رو داشت دنبال میکرد. دوباره همکارانمون قطعا نشون خواهند داد. این چهره علی نظر محمدی است از پشت فنس ها. این هم تشویق زیبای هواداران. میشه خوب گرفت تصویر علی نظر رو، ولی خب مشخصه که از همونجا داره کش میکنه بازیکن تیم خودش رو. علی نظر محمدی در کنار میثم وطنخواه. توپی که حالا قرار سانت بشه روی دروازه تیم داماش. موقعیت برای بازیکن تیم شهر راز، با مشت دور میکنن توپ رو. کمی عقب‌تر دوباره صاحب توپ میشن نارنجی پوشان. این سمت توپ به بیرون میره. پرتاب رو خواهند فرستاد داخل محوطه جریمه و توپی که به بیرون میره. کورنر برای تیم شهر راس. یه تعویض هم ستار زاره میخواد انجام بده. یه بازیکن رو میخواد به زمین مسابقه بیاره. میلاد احمدی قراره به بازی بیاد برای شهر راس. یک بار که داخل محوطه جریمه برمیگردن توپ رو بازیکن تیم داماش. روح الله صفاویانپور رو میخواد بیرون بیاره. اعلام خطای هند میشه و یه کارت زرد رو داور میده به بازیکن تیم شهر راز و اخراج شهاب یاری. یه کارت زرد رو گرفته بود، اینم کارت دومش هست. اخراج میشه تیم شهر راز، حالا 10 نفره میشه. با داور صحبت میکنم بازیکن تیم شهر راز. رامین عرفانیان داور وسط این دیدار هست. وحید زمانی و محسن بابایی هم بخشید. وحید زمانی است داور این دیدار که چهرهش رو میبینید. بله، وحید زمانی است داور این دیدار. داور اول، کمک داور اولش هم محسن بابایی است و کمک دوم هم که علیرضا طاهرخانی است. داور چهارم این دیدار هم مثل همیشه ناصر جنگی است که اکثر بازیایی که تو رشت هست رو میاد به عنوان داور چهارم هست. آقای رضا تیموری هم به عنوان ناظر این دیدار هست. تعویض حالا میخواد انجام بشه برای شهر رازیا که این هم بازیکنی که اخراج شده، شهاب یاری. دوباره
بازیکن تیم شهر راز صاحب توپ است. حالا تیم 10 نفره شهر راز رو باید داماش ببره در ورزشگاه خودش. اعلام خطا میشه. کم کم به شب هم داریم نزدیک میشیم. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش توپی که میفرستن این سمت کسی نیست که از این توپ استفاده کنه. یه سانت از پور محسن و دوباره پور محسن. حالا داخل محوطه جنوب انبساطی رو به عقب. محمد سجاد قلیبیگی به راست. زاهد تبار خود زاهد تبار توپشو زدن. محمد سجاد چه توپی رو زد محمد سجاد قلیبیگی، اما توپش راهی به دروازه تیم شهر راز نداشت. صحنه قبلی رو ببینیم. توپی که اینجا رضا زاهد تبار زد به برخورد به مدافعین و شوت سرکش از محمد سجاد قلیبیگی که توپ بیرون رفت. چرا این نورا رو روشن نمی‌کنن دیگه؟ شب شده و خیلی تاریکه داخل زمین مسابقه. فکر کنم میخوان صرفه‌جویی در برقم انجام بدن مسئولین ورزشگاه شهید عزادی شهر رشت. اعلام خطا میشه. توپ رو میزنن بازیکن تیم داماش داخل محوطه جریمه. توپی که باز هم برگشت پیدا میکنه. سیامک علیزاده توپ رو از دست داد. سیامک حالا ضد حمله برای شهر راست. در بین راه دوباره داماشیا صاحب توپ میشن. طالبی خود طالبی میرجوان دوباره انبساطی لطف خدا دوباره به راست میبرن. آرمان لطف خدا باز هم داخل محوطه جریمه. داماشی ها خطا نیست، یعنی داور خطایی را اعلام نمیکنه. حالا کم کم نور ورزشگاه هم داره روشن میشه و خوشبختانه نور رو روشن میکنن تا به قول کیفیت کار هم بالاتر بره. تعویض برای تیم شهر راز حالا انجام میشه. دو بازیکن داخل زمین میان. محمد قنبری و میلاد احمدی دو بازیکن هستن که وارد بازی میشن برای تیم شهر راز شیراز.
تماشاگرای تماش رو میبینید در ورزشگاه چقدر منظم تیم خودشون رو تشویق میکنن. بازی از سر گرفته خواهد شد. دروازه‌بان آغازگر بازی خواهد بود. دوباره بازیکنان تیم داماش باید پرتاب رو انجام بدن. اجازه کار رو بازیکن تیم شهر راز باید این پرتاب رو انجام بدن. اجازه کار رو میده داور. پرتاب حالا انجام میشه در همون گوشه زمین. صاحب توپ هستن بازیکن تیم شهر راز و توپی که حالا به بیرون میره. دوباره داماشی ها از همون سمت راست میخوان حمله رو تدارک ببینن. دلاور به چپ میاره برای پور محسن. انبساطی دوباره برای سعید دلاور. سعید به راست. محمد سجاده قلی بیگی. دوباره محمد سجاده که صاحب توپ هست. یک بار دیگه یکسان داخل محوطه جریمه و توپی که باز هم به بیرون رفت. دو تعویض رو همزمان علی نظر محمدی میخواد انجام بده. 21 امیر محمد سیمانپور به زمین مسابقه میاد به همراه رضا پور مهدی. سیامک علیزاده بیرون میاد و سعید طالبی. بازوبند رو هم ببینیم به چه کسی خواهند داد. طالبی اومد روی زمین روی نیمکت نشست و این هم سیامک علیزاده که خوبم کار کرد برای داماش میاد و روی نیمکت میشینه. دوباره بازی کنن تیم داماش یه ضربه سر و توپی که به کورنر میره. داور نشون میده که توپ باید از نقطه کورنر زده بشه. یه بازیکن روی زمین افتاده و باید به وضعیتش هم رسیدگی بشه. میبینید یه بازیکن مصوم هست روی زمین افتاده. این هم تماشاگرای تیم داماش. حالا این ضربه رو بزن. تماشاگر تیم داماش رو هم در گوشه تصویر میبینید. ضربه کورنر که زده خواهد شد.
این پور محسن هست، توپ رو میفرسته داخل محوطه جریمه و برگشت توپ. انبساطی توپی که دوباره میاد داخل محوطه جریمه. فرصت هست برای داماشی ها، اعلام خطا نمیشه و باز هم بازی ادامه داره. حالا توپ به بیرون میره. دوباره از سمت راست، یه سانت دیگه، یه توپی که باز هم نمیتونن استفاده کنن داماشی ها. کماکان سعید دلاور صاحب توپ هست داخل محوطه جریمه. که باز هم نمیتونن استفاده کنن داماشی ها. کماکان سعید دلاور صاحب توپ هست داخل محوطه جریمه. 10 نفری شهر راز، این یک امتیاز هم میتونه کافی باشه. نتایج دیگر بازی را خدمت شما بگم که دریای بابل با مس شهر بابک تا دقیقه 90 1-1 مساوی هستن. سایپا 2-1 از چادرملوی اردکان عقب هست. خوش طلایی و آریو 0-0 هستن. شهرداری و استقلال آیبوشان ملاسم 0-0. مثل کرمان 0-0. فجر 2-0 خیبر رو شکست داده در پایان نیمه اول. نفت گاز و مثل سنگون 0-0 هستن و نفت و سلیمان و پارس جنوبی هم 0-0 مساوی. کار برای داماش سخت میشه با این نتایج و بازیکنی که بعد از اینکه بردنش بیرون بلند شد و سریع بازی ادامه میده. داماش اگر این بازی رو مساوی کنه 21 امتیازه خواهد شد. در رده 17 هم باقی خواهد ماند. اگه همین نتایج باقی بمونه تیم دریا هم در همون رده باقی میمونه. خیلی خوبه که امروز داماش میتونه ببره و حداقل هم امتیاز با دریا بشه. بازی های آینده خودش فکر کنه. این 3 امتیاز میشه گفت از نون شب هم برای داماش واجب تر هست. امتیازی که میتونه خوشحال کنه داماشی ها رو. حالا توپ به بیرون رفته. هشتاد و یک، وارد 82مین دقیقه از این دیدار شدیم. یه تعویض رو دوباره ستار زاره میخواد انجام بده. رضا بهمی به بازی خواهد اومد به جای محمد کاظمی نصر، بازیکن تیم شهر راز. آی تیموری رو میبینید، ناظر دیدار در کنار زمین و ناصر جنگی داور چهارم این دیدار. این هم داماشی های طرفدار تیم خودشون در جایگاه تیفوسی ها.
خدایش این همه تماشاگر میاد از دقیقه 1 بازی تیم رو تشویق میکنن تا دقیقه 90 قبل از اینکه بازی شروع بشه. یه دیو رو قبل از اینکه بازی شروع بشه کلا ورزشگاه خالی بود و خیلی ها میپرسیدن که تماشاگر میاد یا که نه. تماشاگرها اومدن، تقریبا صندلی هایی که تعبیه شده بود برای تماشاگرها رو پر کردن و خیلی خوبه که یک صدا میان تیم خودشون رو تشویق کنن. اما به هر حال بازیکنان باید جواب این هوادارا رو بدن با بازی خوبشون تو زمین. تا اینجای کار که نتونستن این هوادارا رو خوشحال کنن. حالا رغم زحمت هایی که کشیده میشه برای این تیم، یک بار دیگه داخل محوطه جریمه فرصت هست برای داماشی ها و ضربه سر آرومی که راهی به دروازه شهررازی ها نداشت. یک بار دیگه داماشی ها از سمت راست حمله رو تدارک می‌کنن. زاهد تبار، خود زاهد تبار، دو بازیکن جلوش ایستادن. زاهد تبار یه توپه که باز هم نتونستن استفاده کنن و به راحتی بازیکن تیم شهر راست صاحب توپ میشن. حالا از سمت چپ به ضد حمله رو شک میدن روی دروازه تیم داماش گیلان. چقدر خوب میان جلو و شوتی که زده میشه توپ به بیرون میره. کلا چشم به ضد حملات دارن و باید بیشتر احتیاط کنن داماشی ها. یه صحنه بود که نیمه اول گفتیم به چی اعتراض میکنن بازیکن تیم داماش، کورنر میگفتن شده و توپی که زدیم به سر بازیکن حریف برخورد کرده و کورنر شده. اما داور همچین اعتقادی رو نداشت. من فکر کردم یه لحظه احساس این میگن که پنالتی شده، اما ناظر بازی الان به ما گفت که ناظر داوری یعنی به ما گفت که اون صحنه اعتقاد داشتن که کورنر بوده. آقای رامین الفانیان ناظر داوری این دیدار هست. کورنر برای داماش. ضربه کورنر رو خواهد زد پور محسن. خود میلاد پور محسن سانتی که انجام میشه و ضربه سری که زد آرمان لطف خدا و توپ به بیرون رفت. 86. سری که زد آرمان لطف خدا و توپ به بیرون رفت. 86. باز هم یه سانت دیگه و ضربه سری که میزنن داماشی ها بر رضا پور مهدی که توپش باز هم به بیرون رفت. یه برد میتونه مردم این شهر رو خوشحال کنه. رشتی هایی که
منتظر برد تیم خودشون هستن و قطعاً تا بازی هفته آینده خوشحال خواهند بود داماشی های متعصب. بازی هفته آینده که چه عرض کنیم چهارشنبه هفته بعد بازی خواهند داشت در مسجد سلیمان با تیم نفت مسجد سلیمان. اون بازی هم خیلی حساس هست برای تیم داماش. رضا زاهد تبار از سمت راست، امیدوارم که دیگه بتونه از این توپ استفاده کنه. رضا پور مهدی که بله داور کمک که کورنر گرفته، داور چهارم اشاره کرد به داور و بلافاصله داور اعلام کورنر کرد. دیگه اگه اینو کورنر نمیگرفت خیلی جای تعجب بود. حالا بدونی از این توپ چگونه استفاده میکنن هواداری که یک صدا تیم خودشون رو تشویق میکنن. محوطه جریمه رو میبینید، من تو من بازیکنان، ضربه‌ای که حالا فرستاده خواهد شد. توپ رو میزنن داخل محوطه جریمه با ضربه سر کمی دور کردن بازیکن تیم شهر راز و توپی که دوباره از این سمت به کورنر رفته و باید ضربه کورنر رو حالا از این سمت بزنن داماشی ها. میلاد پور محسن حالا میاد این سمت، توپی که فرستاده میشه داخل محوطه جریمه، باز هم برگشت توپ است بازیکنان تیم شهر راز پشت محوطه جریمه. چرا کسی نیست که این توپا رو بزنه؟ رضا زاهد تبار، خود زاهد تبار دو رو به عقب. وقت طلب شده هم داور میخواد اعلام کنه. دیگه دقیقه 90 این دیدار هستیم، ببینیم چند دقیقه، بگم 6 دقیقه وقت طلب شده گرفته داور این دیدار. حالا نشون میده 6 دقیقه وقت طلب شده. ناصر جنگی، داماش باید تو این دقایق گل بزنه اگه میخواد این بازی رو ببره. توپی که فرستاده میشه داخل محوطه جریمه، انبساطی که نمیتونه به این توپ ضربه بزنه. حالا دوباره از سمت چپ، موقعیت خوبی است، ببینیم از این توپ چگونه استفاده میکنن. دوباره پور محسن، سانتر پور محسن، نرسیدن به توپ و اعلام خطا شد. خطای بازیکن داماش گرفته میشه. نمیتونن این توپ رو به گل تبدیل کنن. حال کاری که کردن توپشون راهی به دروازه نداشته. یه امتیاز عرض کردم نمیتونه برای داماش خوب باشه. در حد مسکر هم نیست این یک امتیاز. به هر حال داماش همه چی دست خودشه، اگه بتونه بازی داخل خونش رو ببره که راحت میتونه تو لیگ بمونه. البته خیلی شاید سخت میشه اینجوری. یه شانسی هم که میارن تیم هایی که بالای داماش هستن هم نتیجه نمیگیرن و این باعث میشه که زیاد عقب نیفتن رقیبای خودشون داماشی ها. حالا یه 3-4 دقیقه دیگه وقت دارن ببینن چیکار خواهند کرد در این دقایق. یک بار دیگه داخل محوطه جریمه سعید دلاور، فرصت هست برای داماشی ها، اجازه کار رو نمیدن بازیکن تیم شهر راز به داماشی ها. دوباره کورنر و میلاد پور محسن.
پور محسن دورخیز کرده تا این توپ رو بفرسته. چقدر این توپ ها رو فرستادن چیزی نشده. کاش یه خورده نوع این توپ فرستادنشون رو عوض میکردن بازیکن تیم داماش. حالا فرصت خوب و توپی که باز هم دروازه‌بان در اختیار میگیره. حالا ضد حمله برای تیم شهر راز. انبساطی، خود انبساطی میفرسته برای زاهد تبار. دقایق پایانی این دیدار هست. پور محسن سانتی که انجام میشه. داخل محوطه جریمه میشه. حالا توپی که فرستاده میشه و باز هم چه توپی که گل نمیشه. بازی خوبی بود و چه توپی رو آوردن که نتونستن به گل تبدیل کنن. دوباره دروازه‌بان تیم شهر راز روی زمین میفته و قشنگ دیگه معلومه که میخواد وقت رو نگه داره. دروازه‌بان تیم شهر راز و داوری که در سود خودش میدمه تا بازی رو سریعتر آغاز کنن. صحنه آهسته توپی رو که زدن رو هم خواهیم دید. توپی که میتونست وارد دروازه تیم شهر راز بشه اما موفق نبودن. ببینیم اون صحنه رو. توپی که اینجا برگشت داد دروازه‌بان تیم شهر راز. دوباره بازیکن تیم داماش گیلان داخل محوطه جریمه. فرصت هست. سعید دلاور کمی عقب‌تر. انبساطی چه توپی! گل و خوشحالی وای که چه توپی رو به گل تبدیل کردن. در چه دقیقه چی شد؟ ورزشگاه منفجر شد. چی شد؟ واقعا که همه منتظر این صحنه بودیم، منتظر این گل بودیم. باور کنید نمیدونم گل کی زد. اینقدر که محو این بودیم که تا تو باشی دیگه وقت تلف نکنی. دروازه‌بان تیم شهر راز رو لحظه دیدید چرا اینقدر وقت تلف میکرد حسین ملک اولیایی؟ خداییش اشک همه در اومد. انصافا حرکت باتی و بازیکنای تیم داماش. حالا این سمت توپ میاد. چه گلی رو زدن، چه دقیقی. عرض کردم خدمت شما فقط 3 امتیاز میتونه به داماش کمک کنه. فقط 3 امتیاز این دیدار که تا اینجای کار داماشی ها 3 امتیاز رو گرفتن. گلی که همه رو خوشحال کرد. همه هوادارا تو ورزشگاه خوشحالن. قطعا شما بینندگان عزیزی که از منازلتون دارین بازی رو ببینید خوشحال هستید. رشتی هایی که علاقه‌مند به این تیم هستن و گیلانی های عزیزی که عاشق تیم داماش گیلان. سانتر بازیکنای تیم شهر راست. دوباره برگشت توپ. علی نظر بگی. برگشت توپ دوباره داماشی ها. علی نظر محمدی و پایان این دیدار. برد 1-0 داماش در خانه و خوشحالی هواداران. داماش
بازی رو میبره در خانه خودش و این گونه هوادارای خودش رو خوشحال میکنه. بالاخره داماش برد این دیدار رو. این چهره بازیکنای داماش هست، پایان این دیدار و برد 1-0 داماش. چه نتیجه‌ای به دست اومد. این هم علی نظر محمدی. حالا یه آب راحت از گلوش پایین میره علی نظر محمدی و تیمش 3 امتیاز این دیدار از آن خودش میکنه. همه چیز به بازی‌های آینده بستگی داره و امیدوار هستیم که داماشی ها بتونن در بازی‌های آینده به نتایج لازم برسن تا هوادارهای رشتی همیشه اینگونه خوشحال باشن. واقعا یک بازی خوبی رو دیدیم، یک نتیجه دراماتیک از تیم داماش گیلان. یعنی خیلی کمتر از این بازی ها رو ما دیدیم. میبینیم بازیکنهای تیم داماش رو که دارن خوشحالی میکنن. بازیکنایی که حالا قراره برن سمت بازیکنای تیم خودشون، ببخشید تماشاگرای تیم خودشون. اینقدر خوب بوده که همکارای ما هم نمیخوان دیگه بازی رو تموم کنن و این لحظات خوش رو با شما بینندگان عزیز به اشتراک گذاشتم. برای شما داماشی های عزیز من از حضور شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که همیشه شاد و پیروز باشید. تا دیداری بعد، خدا یار و نگهدار شما.